علاءالدین خلجی. علاءالدین در سال 1266 میلادی در زابل افغانستان تولد شد. خاندان خلجی ریشه در ترک‌های مهاجر داشتند که ابتدا در افغانستان و سپس در هند ساکن شدند. این خانواده به شجاعت و سختگیری مشهور بود و در سپاه مغولان و سلاطین دهلی جایگاه ویژه‌ای داشت. او در محیطی پر از قصه‌های نبرد و شجاعت بزرگ شد. از همان کودکی یاد گرفت که قدرت تنها با شمشیر و تدبیر به دست می‌آید. قصه‌های جنگاوران ترک و افغان الهام بخش او بودند و روحیه‌ای نیرومند در وجودش پروراند. در جوانی وارد خدمت عمویش سلطان جلال الدین فیروز خلجی شد. دهلی در آن زمان مرکز قدرت و فرهنگ بود. علاءالدین نخستین بار با سیاست‌های دربار، رقابت‌های اشراف و سازوکار حکومت آشنا گردید. به عنوان فرمانده ارتش، شجاعت و مهارتش زبان زد شد. او در لشکرکشی‌های اولیه نشان داد که می‌تواند سپاه را با نظم و قدرت هدایت کند. پیروزی‌های کوچک او زمینه اعتماد بیشتر سلطان را فراهم کرد. علاءالدین همیشه در دل آرزوی سلطنت داشت. او به تدریج نفوذ خود را در ارتش و دربار افزایش داد و منتظر فرصتی برای قدرت بود. بسیاری از نزدیکانش از بلندپروازی‌های او آگاه بودند و از آینده‌ای پرتنش بیم داشتند. در سال 1296 میلادی عمویش را در مهمانی به قتل رساند. این حادثه نقطه عطفی در تاریخ دهلی بود و سلطنت خلجی وارد مرحله‌ای تازه شد. بسیاری این اقدام را خیانت می‌دانستند، اما برای علاءالدین راهی جز این نبود. او خود را ابوالمظفر سلطان علاءالدین محمدشاه خلجی نامید. با سیاست سختگیرانه دشمنان داخلی را سرکوب کرد و قدرت مطلقه را تثبیت نمود. دربار دهلی از آن پس تحت فرمان بیچون و چرای او قرار گرفت. شورش‌های داخلی را با خشونت سرکوب کرد. او به اشراف بی‌اعتماد بود و آنان را تحت نظارت شدید قرار داد تا هیچ کس نتواند علیه او قیام کند. این سیاست باعث شد دهلی در ظاهر آرام اما در باطن پر از ترس باشد. نخستین پیروزی بزرگش فتح گجرات بود. این لشکرکشی ثروت زیادی برای دهلی به همراه آورد و جایگاه او را محکم‌تر کرد. گجرات به دلیل تجارت دریایی اهمیت فراوان داشت. سپاهش مالوا را تصرف کرد. این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی و منابعش اهمیت زیادی داشت و کنترل آن قدرت اقتصادی دهلی را افزایش داد. با مقاومت شدید روبرو شد اما سرانجام پیروز گردید. این نبرد نشان داد که او در برابر قلعه‌های مستحکم نیز توانایی دارد و هیچ دژی در برابر او امن نیست. چیتور را فتح کرد و افسانه پدمینی در این نبرد شکل گرفت. این داستان بعدها در ادبیات و سینما بازتاب یافت و نام او را با تراژدی عشق و جنگ پیوند زد. سپاهش تا جنوب هند پیشروی کرد و مادورای را تصرف نمود. این فتوحات قلمرو دهلی را به اوج رساند و نشان داد که او به دنبال سلطه بر کل شبه‌قاره است. امپراتوری دهلی در زمان او به گسترده ترین حد خود رسید. از شمال تا جنوب هند زیر سلطه او بود و هیچ قدرتی توان مقابله نداشت. بازارها را کنترل کرد و قیمتها را ثابت نگه داشت. این سیاستها باعث شد ارتش بزرگش همیشه تأمین شود و مردم در شرایط سخت اقتصادی زندگی کنند. مالیاتها را افزایش داد تا ارتش بزرگش تأمین شود. این ارتش ستون اصلی قدرت او بود و بدون آن سلطنتش دوام نمی‌آورد. به اشراف بی‌اعتماد بود و آنان را تحت نظارت شدید قرار داد. هیچ کس جرأت مخالفت با او نداشت و ترس در دل همه حاکم بود. دربارش مرکز هنر و فرهنگ شد. هنرمندان و شاعران در دهلی شکوفا شدند، اما فضای ترس نیز حاکم بود و آزادی اندیشه محدود بود. او دشمنان داخلی را یکی پس از دیگری شکست داد. سیاستش بر پایه قدرت و ترس بود و هیچ مخالفی مجال نفس کشیدن نداشت.
زندگی خانوادگیش پر از تنش و سیاست بود. همسران و فرزندانش نیز درگیر رقابت‌های درباری بودند و آرامش در خانه سلطان وجود نداشت. در سالهای پایانی، بیماری و فشار سیاسی او را ضعیف کرد. دشمنانش منتظر سقوط بودند و دربار پر از دسیسه شد. در سال 1316 میلادی در دهلی درگذشت و در همانجا دفن شد. مرگش پایان یک دوره پرقدرت بود و دهلی وارد مرحله تازه شد. پس از او، جانشینانش نتوانستند قدرتش را حفظ کنند. امپراتوری خلجی رو به ضعف رفت و دشمنان فرصت یافتند. او به عنوان سلطان آهنین شناخته شد، فاتح بزرگ و حاکم بیرحم. اصلاحات اقتصادیش تأثیر زیادی داشت و نامش در تاریخ ماندگار شد. علادین خلجی در تاریخ هند و اسلام جایگاهی دوگانه دارد، هم اصلاحگر و هم سختگیر. نامش همیشه با قدرت و ترس همراه است.